با نام خدا. سلام، ظهر بخیر. امروز اراده خصوصی شدن صنعت خودرو در کشور محک زده می شود. در برنامه امروز با آقای نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد شرایط جاری و چشمانداز آتی بازار و مسائلی که پیش آمده گفتگو خواهیم کرد. به جمع‌بندی بازار امروز چهارشنبه 17 بهمن 1403 از تهران، پایتخت ایران، خوش آمدید. با آرزوی خیر و سلامتی برای ایرانیان، خدا قوت به فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه. عجب اقتصاد پرهیجانی داریم این لحظات، این روزها تجربه میکنیم. به هر حال امروز مجمع ایران خودرو فوق‌العاده است، یعنی اندازه یه دونه نمیدونم آواتار، اندازه یه فیلم خیلی خوب هالیوودی مجمع دیدن داره. صحبتایی که داره از مجمع میاد آدم گوش میده واقعا مو به تنش سیخ میشه. چه اتفاقاتی میتونه در یک گرد همایی که بر اساس قانون تجارت برگزار شده گذاشته بشه. به هر حال اتفاقات خیلی عجیب و غریبی داره میفته. چند تا اتفاق در واقع این روزها افتاده که صحبت‌های دیشب آقای ترامپ در مورد ایران بود، به نظر سختگیرانه نبود. خواهان مذاکره با ایران، ایشون شفاف این مسئله رو گفته، ولی خب آقای ترامپ دیگه به هر حال مسائل خودشو داره و جدیداً هم، یعنی امروز صبح به نظر میرسه که از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم امریکا خارج شده. مجمع ایران خودرو به هر حال برگزار به نظر میرسه همچنان در حال برگزاری هستش. آقای خاندوزی امروز اینجا هستن، نوید خان عزیز، و مستقیما با مجمع در ارتباطن و خب حالا ممکنه حالا وسط گفتگوهامون هم یه سری مسائل پیش بیاد، به خاطر اینکه نوید داره با مجمع ارتباط میگیره و میبره جلو مسئله رو. ولی به هر حال در مورد اخبار مجمع از نوید میپرسم. این مجمع خیلی مهمه. به هر حال بعد از اینکه صحبت شد در دولت 13 هم آقای رئیسی صحبت کرد که میخوان در اردیبهشت ماه فکر کنم 1402 بود که بحث خصوصی سازی صنعت خودرو مطرح بود. ایشون هم خیلی به نظرم اراده داشتن این کار انجام بشه. به نظرم آقای فاطمی امین هم وزیر اسبق سمت هم اراده داشتن این کار انجام بشه، ولی یک به هر حال یک نیرویی در کشورمون هستش، حالا با نوید در مورد جزئیاتش صحبت میکنم، که نمیخواد این کار انجام بشه علیرغم توصیه‌های رهبری و خیلی از مسئولان ارشد کشورمون. یه به هر حال کسایی هستن که زورم دستشونه، ما مردمم خیلی شفاف نمیشناسیمشون، هر از چنگای یه سری اسامی میان، یه سری صحبت‌ها میکنه، یک دفعه هم محو میشن. به هر حال در مورد این مجمع و حاشیه‌های صحبت میکنیم که چه تأثیری میتونه بر اقتصادمون داشته باشه. و معاون وزیر سم که البته من متوجه شدم ایشون معاون وزیر سم نیستن، آقای مقیمی رو دارم عرض میکنم، یه نامه‌ای زدن به بانک‌ها، گفتن آقا در مجمع خودرو نرید، غیر قانونیه. دادستان کل کشورم خواهان تعویق مجمع خودرو شده بودن تا ابلاغ رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت بیاد. واقعا میگم یه یارکشی خیلی عظیمیه و خدا قوتم آقای همتی و تیمشون، وزیر محترم اقتصاد، دمش گرم انصافا، واقعا دمش گرم. ما بورسیا خب سال 99 از ایشون با سیاست و حرفایی که میزد به دل گرفتیم، ولی بعدش به نظر میرسه که به هر حال ایشون به هر حال تونستن شفافتر مسائل خودشون رو مطرح کنن. در بازارهای جهانی نفت برنت $76، فلز مس 9195، فلز روی 2797، طلا 2887 و بیت کوین هم $97621 در حال معامله هستن. شاخص کل بورس اوراق بهادار در یک روزه بگم چی، یعنی پرهیجان، بیشتر اخبارش پرهیجان بود. شبیه این کیکاست که روش یه چیز خیلی دکور خیلی خوشگل داره ولی داخلش میره کلا خامه بود، ولی به هر حال پرهیجان بود. شاخص کل 188 واحد منفی 2,804,030 واحد. عدد شاخص هموزن هم یه کوچولو منفی بود. کلا
به نظر میرسه امروز صندوق توسعه و تثبیت داشتن بازار رو آرایش میکردن، هوای بازار رو داشتن با این اخبار و اتفاقاتی که از مجمع داره میفته تاثیراتش به مستقیم به بازار سهام نخوره و یه خروج پول حقیقی از بازار سهام داشتیم 602 میلیارد تومان و یه خروج سنگین هم از با درآمد ثابت داشتیم 1200 میلیارد تومان و یه ورود پول بزرگم تقریبا به صندوق‌های طلا داشتیم که این وسط حالا به قیمت سکه میرسیم. 32% نمادا مثبت، 68% نمادا منفی. رسما بازارمون متعادل منفی بود، ارزش معاملات خوردمون بدک نبود، بیش از 10300 میلیارد تومان ارزش کل معاملاتمون هم بیش از 25000 میلیارد تومان. نمای بازار رو ببینیم صنعت شیمیایی، صنعت فلزات، صنعت بانک و صنعت پالایش بیشترین ارزش معاملات رو داشتن. صنعت شیمیایی و پالایش و تک نمادهای فلزی اوضاعشون بدک نبود. کلا بازار خیلی بدی هم نبودش. حالا یه خود بازاریه که هیجانو داره دنبال میکنه. ورود پول به شپنا بوده، شبندر، جمپیلم، فزر و احیا جمع بوده. خروج پولمون از وب ملت، نیشکر، بوعلی و پارس، فولاد و فارس بوده. اما سکه بهار آزادی صف خرید 66 میلیون و 670 هزار تومان. الا برکت الله، سکه بهار آزادی صف خرید شده. چی بود؟ یه جمله‌ای میگفت آقای مقصودی تر باشن آقایون. آره این که آره حالا نوید چون صدا بسته بود اینو سر جاش خودت بگو. پس به هر حال سکه، حالا جالب اینجا سکه امامی از ابتدای سال تا الان 75% رشد کرده، شاخص کل 27%، شاخص هموز 18%، دلار بازار بالا این توافقی بهش میگن هرچی 65%، دلار آزاد 41%. فاصله دلار آزاد و توافقی داریم میرسیم به دوران دولت 13-27%. من نشون میده این فاصله هم داره بازتر میشه. در این موردم از نوید میپرسم. بریم سریعتر با نوید خاندوزی عزیز در مورد شرایط جاری بازار گفتگو کنیم. خب سلام نوید جان، خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتی و اینجا هستیم. میدونم داریم مستقیم اخبار مجمع ایران خودرو رو میری، هم به واسطه بیمه کوسن اونجا 1% سهام داری و طرفدار بخش خصوصی و مسائل هستی. پس وسطش من از شنوندگانمون این اجازه رو میگیرم اگر یه دفعه اخبار مهمی از مجمع اومد که نوید مجبور بود که پاسخ بده، در واقع من در خدمتشون میشم که مجدد بتونیم نوید رو داشته باشیم. خب نوید، بازار امروز خیلی بازاری از نظر خود بازار چنگی به دل نمیزد، ولی اخبار پیرامونی بازار خیلی پرهیجان دنبال میشد. چه خبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ بحث مجمع ایران خودرو، مسائل حاشیه‌ای اون چه جوری شده؟ امروز که قشنگ من اولا سلامت کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز قشنگ به نظرم بازار چشمش به دو چیز بود. اول صحبت‌های دیشب ترامپ که حالا بعضیا میگن اصلا چرا تحریم کرد، نباید تحریم کرد. بعضیا از اون طرف میگن نه آقا لحنش خوب بود، مهربون بود و چند جا گفت آقا مثلا من خودم زنگ میزنم آقا به این بچه‌ها اصلا نگران نباشید، حاضرم با رئیس جمهور ایران دیدار کنم و این داشت اینا رو برای خودش حلاجی میکنه و طبق معمول ما بازارمون معمولا وقتی میخوره به یه همچین فضایی مهمترین استراتژی افراد میشه تصمیم نگرفتن و نگاه میکنن بیشتر، نه خریدارن نه فروشنده. و خب یه سری اتفاقات هم افتاد، حالا اگه شد در موردش صحبت میکنیم. در مورد گروه پالایش صف خرید بودن اکثرشون که فکر میکنم ناشی از تغییراتی که دولت داره تو حوزه فرمول این شرکت ها داره انجام میده. بانک‌ها رو آخر وقت خریدن، زمزمه‌های FATF داره میاد، ولی بازم همه نگاه ها تقریبا میشه گفت بیشتر به مجمع ایران خودرو بود که ببینم واقعا اونجا چه اتفاقی داره میفته، چون نگاه کلان این موضوع به نظر من از دید خیلی از بچه‌های بازار مهمه برای بچه‌های بازار. ببین به نظرم رسیدیم به اون نقطه‌ای که بازار داره و خیلی از فعالای اقتصادی داره به خودش میگه خیلی خب من یه آدمی رو دارم میبینم، رفتیم انتخابات یه آدمی اومده دارن شعار میدن که آقا ما یه مسیر رو اشتباه رفتیم، باید خصوصی سازی کنیم. خب رسیدیم به اولین بزنگاه این موضوع. خب بفرما آقا من نمیخوای خصوصی سازی کنی، الان قانون تجارت رو نگاه کنی، هر چیز نگاه کنی، خب نماینده بخش خصوصی اومده تو مجمع خیلی شفاف و روشن داره میگه آقا تو کلا مثلا چه میدونم 5% رای داری، 10% رای داری، ولی داری شرکت رو مدیریت میکنی، من اینجا کلی منابع و سرمایه‌ام خوابیده و دارم چوب مدیریت تو رو میخورم، مگه نمیگی میخوایم خصوصی سازی کنیم؟ بسم الله، این اولین گامه. و نگاه میکنیم دقیقاً به این که این شعارهایی که انگار داره داده میشه توسط یه دولت دیگه داره داده میشه، این چیزی که داره عملیاتی میشه تو مجمع توسط یه عده آدم دیگه است و به نظرم رسیده به اون گلوگاه و بزنگایی که تقابل اون جریانیه که حالا من نمیخوام بگم مستقیم رانت، ولی عملا نشون میده که چیزی به غیر از
دفاع از رانت بابت این موضوع نیست که یه عده نمیخوان اتفاق بیفته و یه بخشی هم که بالاخره سهام داره، حق مالکیت داره، در قانون بهش این حق داده شده، روبرون واسطه و دارن تصمیم گیری میکنن. و به نظرم تصمیم و خروجی این جلسه امروز برای ما بورسی ها، برای کسایی که کار اقتصادی میکنن مهمه، چون یک سیگنال مهم و یک چراغ سبز مهم برای خیلی از ما هست که ما پذیرفتیم که این فرمونی که داشتیم میرفتیم اشتباهه و میتونیم این فرمونو تغییر بدیم با این اولین گام. حالا البته اگه بذارید من یه نکته رو بگم، به نظر من اینجوری بگیم مثلا حاکمیت به این جنبندی رسیده که شتر سواری دلا نمیشه. ما عملکردمون، کارناممون در عرض این چند سال شده این و الان باید شرایط رو تغییر بدیم. به نظر من 4 تا به نوعی بزنگاه حساس که هر روز داره با خودش اینا رو اتفاقا مرور میکنه پیش روش داره. اولیش از نظر اهمیت میگم، اولیش از دید من بحث انرژی، در بنزین، در گاز، در برق. حالا میگم چرا اینا برای بورسی ها هم خیلی مهمه این موضوعات. اولیش در انرژیه. این اولین بزنگاه رو حاکمیت میخواد ولی دل و جرأتشو نداره. یعنی تمام حاکمیت به این جنبندی رسیده که این فرمون اشتباهه، تا الان داشتیم اشتباه میرفتیم، داریم ضرر میدیم. ببین که میگی تمام حاکمیت، چه نشانه‌ای گرفتین که تمام حاکمیت میگه؟ چون وقتی... به نظر میرسه دولت میخواد ولی یه عده‌ای که قدرت دستشونه. نه، من در انرژی معتقدم اینجوری نیست. در بقیه چیزا میگم الان خدمت، در بقیه چیزا آره حرفت درسته. در انرژی همه معتقدن که آقا این روشی که داریم پیش میریم اشتباهه. در بنزین اشتباهه، در گاز اشتباهه، در برق اشتباهه. ولی کسی دل و جرأت این که این کارو انجام بده نداره. یعنی در اون بزنگاه اول حاکمیت، من اصلا دارم میگم حاکمیت یعنی دولت به تنها نه، از مجلس نمیدونم قوه قضاییه همه میخواد این کار رو انجام بده ولی دل و جرأتشو نداره و یه ابرمرد باید پیدا بشه که آقا صفر واسه بگه آقا این کار رو انجام بدیم. دومین بزنگاه از دید من از نظر اهمیت بحث ارزه. یعنی اینم به این نتیجه رسید آقا که رهبری هم تو صحبتاشو گفت اشتباه بوده دیگه، این ارز ترجیحی دیگه. حالا من اینو به عنوان یه شنیده میگم از دوستی که آقای همتی و یه سری از افراد گزارش تهیه کردن بردن به مقامات عالی رتبه نظام، نشوندن که آقا ببین نگاه کن این همه هزینه کردی، ارز دادی، قیمت کالاهای اساسی قدم به قدم با دلار اومده بالا و هیچ تأثیری نداشته و فقط یه رانتی رو توضیح کردی بین این افراد که رفتن و بردن و چیزی نگیره دولت اومده، نگیره مردم اومده. و اگرم میخوای اشکال نداره رانت رو توضیح کنی، بذار ما بدیم به همون سر خط، بدیم به مردم. این اون چیزی که الان گفتم به حاکمیت به نظر من دو دله، یه عده میخوان یه عده نمیخوان. این جزو اون موارده. یعنی اون اولیه انرژی رو حاکمیت همه میگفتن انجام بدیم، دل و جرأتشو نداشتن. این دومی جزو چیزایی که بالاخره گلوگاه رانت، منافع یه عده رو میبنده. کلی آدم درگیر وارداتن، دارن از این منفعتش استفاده میکنن. معلومه سر صدا بلند میشه، معلومه تو مجلس اون واکنشان نشون داده میشه، در خبرگزاری همه پول خرج میکنن، بالاخره پای پول وسطه. سومین بزنگاه که اینم به نظر من مثل همینه، حاکمیت بین خواستن و نخواستنه، بحث FATF. یعنی تصمیم سختی باید بگیره در مورد کار کردن با دنیا، بدون بخواد چیکار کنه. آقا یه نظمی وجود داره در دنیا، یا تو میپذیری یا نمیپذیری. همین چین و روسیه هم بهش گفتن آقا این نظم باید بپذیری اگه میخوای با ما کار کنی ها. اینم جزو سومین موارد تصمیم سخته که باز میگم یه عده بالاخره قطعا یه عده منافعشون درگیر این ماجراست. و چهارمی همین بحث حاکمیت شرکتی و خصوصی سازی واقعی، دست کشیدن دولت از شرکت ها که اولین بزنگاه و شاید نمونه روشنش بحث مجمع ایران خودرو باشه. دولت اگه واقعا میخواد شتر سواری دلا میگیم نمیشه، اگه واقعا میخواد فرمون رو بچرخونه، خوردیم الان به اولیش دیگه، ارز رو که حالا همین که تو گفتی اومد یه گام جلو، بعد دوباره عقب نشینی کرد. یعنی یه عده شروع کردن دوباره این ماجرا رو ایجاد کردن. در FATF داریم میبینیم چه واکنش‌های مختلفی داره بیان میشه. به نظرم رسیدیم اون نقطه که باید تصمیم بگیریم در مورد این، تصمیم‌های سخت باید بگیریم در مورد این مسائل، در مورد این 4 تا موضوع، حداقل به عنوان 4 تا مؤلفه اصلی باید تصمیمات سخت بگیریم.
خب در مورد مجمع خودرو آخرین اخباری داری و بگو، بخوام راجع به این 4 تا موضوع. من آخرین خبری که از دوستان گرفتم بالا فعلا همه دعوت شدن که نه مجمع لغو نشده. هیئت مدیره داره برگزار میشه. نماینده وزیر اقتصاد تاکید داره که حتما مجمع برگزار بشود. حتی گفته بهشون پیشنهاد داده شما 50% سهام اگه دارین در مجموعه طبق قانون تجارت بشینین، صورت جلسه بنویسین و نماینده سازمان بورس هم باید تایید کنه. حالا من اینجا گلایه‌ام بکنم، ما انتظارمون از نماینده سازمان بورس حداقل تو مجامع به این شکل خیلی بیشتره. من چون حالا شنیدم جسته و گریخته که نماینده سازمان بورس موضع انفعالی داشته، بیشتر نماینده وزارت اقتصاد داره دفاع میکنه. این موضوع به نظرم برعکس باید باشه، یعنی سازمان بورس باید این جلو بجنگه بابت این ماجرا. و فقط میگم الان چون شنیده دوستانی بود که من گفتن و انتظارم، حتی منتقلم کردم به عزیزانمون تو سازمان، گفتم آقا انتظار ما حداقل خیلی بیشتره، شما باید الان سمت سهامدار بیستید. حالا درسته موضوعات حاکمیتی هم وجود داره، ولی باید بالاخره یه جاهایی وجود داره که باید خودتون نشون بدید دیگه. اون جاها یه امتحانای سختی وجود داره که تو اون امتحان سخته تو مشخص میشه نماینده سازمان و شعار دفاع از منافع سهامدار خرد چقدر اهمیت پیدا میکنه. و حالا گفتن بریم یه جلسه، فکر میکنم هیئت مدیره با چند تا از سهامدارای عمده دارم و دوباره جلسه تشکیل میشه. این مجمع لغو نشده. ببین نوید، من خودم راجع به این مجمع خودرو این مسائلش داشتم فکر می‌کردم. یه دوستی گفتش که شما با این نوع حالا صحبتایی که در رسانه‌ها می‌کنید عملاً دارید اقتصاد رو شرطی می‌کنید. کوروز هم بخشی از دولت و حاکمیت، فرقی نداره. اینا برای اینه که شما سرگرم باشید، صحبتایی باشه که بینتون رد و بدل میشه، اونم داره تو همون محیط بازی میکنه و حالا مثلا کروزم بشینه قراره مگه چه تغییراتی ایجاد بشه که شما دارید در موردش اینجوری صحبت میکنید. بیشتر این جریان مجمع ایران خودرو رو ایشون به این نسبت میداد حالا چون مثلا یه لج و لجبازی تو کشوره که ببینن اینوریا راجع به چی موضع گرفتن ما بریم پس اینوری موضع بگیریم، بیشتر داره این اتفاق میفته تا داره یک کار اقتصادی صورت میگیره. میخوام نظرتو بدونم، آیا این بحثی که الان داری میکنی یک در واقع مسئله غیر اقتصادیه یا یک فکت یا یک واقعیت اقتصادی داره؟ این رأیی که مثلا شما میخواید به یه بخش خصوصی شبیه کروز بدید و پشتیبانی میکنه؟ ببین یه نکته بود، من قبول ندارم این موضوع رو. من به نظرم پشتش کاملا منافع و رانت وجود داره که منجر به این تصمیمات میشه، اصلا غیر از این نیست. من حقیقتش اینو تو ارزم میبینم. یه استدلال رو چند بار اینقدر تکرار کردم برای خودم، همه میگن آقا نگو اینقدر واضح. از دید من کسایی که دارن از موضوع ارز به این شکل دفاع میکنن که آقا نه همچنان باشد و این آسیب از 3 حال خارج نیستن، یا اصلا نمیدونن اقتصاد رو نمیفهمن، از دو نرخی بودن و بله از دو نرخی چند نرخی بودن دفاع میکنن. من نظر من اینه، حالا ممکنه بعضی یا اصلا نمیدونن موضوع اقتصاد، اصلا متوجه نیستن، بودجه رو نمیشناسن و یا واسه تو مملکت نیستن، نمیدونن چه خبره، یا خدای نکرده جاسوسان دارن یه جای خط میگیرن که اصلا بزنن زمین. چون عملاً داره میبینید دیگه این منجر به کسری بودجه میشه، منجر به چاپ پول، تورم و هی داره میچرخه این ماجرا. و دسته سوم که من عمدتاً تا 99% همه رو تو این دسته متاسفانه میبینم، این که رانت درگیره، منافع درگیره و این درگیر بودن منافع هم طبیعیه. یه عده آدمو مجبور میکنه بالاخره با سیاسی‌ها ارتباط بگیرن، اونا شروع کنن از تریبون‌های مختلف صحبت کردن. این روشنه. به نظر من کاملا ما به اون نقطه‌ای رسیدیم که چون اون فراوانی قبل وجود نداره و منابع محدود شده، دعوا یا اون جنجال‌ها بر سر این منابع هم داره زیاد میشه و واقعا تصمیم حاکمیت بر اینه که اگر قراره که فرمان بچرخه و به سمت اصلاحات واقعی اقتصادی که در نهایت به نفع مردم باشه حرکت کنیم، باید خودشو نشون بده تو این تصمیمات. ببین به عبارت من این سوالم اینجوری بپرسم، کروز چه گلی قراره به سر صنعت خودروی ما بزنه که ما امروز بازار سرمایه‌مون و بخشی از هیجانش رو ربط بدیم به من اصلا بحثم کروز نیست، اصلا بحثم حاکمیت شرکتیه. ما یه چیزی رو قبول داریم یا نداریم. ما قبول داریم حاکمیت شرکتی رو یا نه. اصلا بحث کروز هم میاد شاید اصلا هیچ تغییر ولی آقا یه بحثی وجود داره به نام حاکمیت شرکتی. آقا این سهامدار یه قانونی داره، یه حق و حقوقی داره. ما بحثمون اینه اصلا آقا اگر ایشون بیاد اشکال نداره، مدیریت رو بد اجرا کرد دیگه، ما هم سهامداریم، ایشون هم سهامدار داره، به قول میزنه تو سر خودش، داره خودش آتیش میزنه دیگه. خب ما موقع واکنش نشون میدیم، چه میدونم مثلا بریم سهممون رو میفروشیم. نه اینکه با 1% کوچیکی شما مدیریت یک بخش بزرگی رو در جهت منافع باز اون اقلیت پیش بگیری. و امروز که میرسه به این نقطه که باید بالاخره این
قوانینی که ما میگیم خودمون گذاشتیم ما، یعنی قانون تجارت، حاکمیت شرکتی، هم داریم ازش دفاع میکنیم، خودمون در مجمع میخوایم بهش عمل کنیم، به رسمیت نمیشناسیم. یعنی اگر نتیجه مجمع امروز این باشه که به هر حال سهامدار خرد بتونه یا اون سهامدارانی که در مجمع هستن حرفشون رو بزنن، ما همون حاکمیت قانون رو بهش برسیم، احساس میکنیم که یک پله یا یک مرحله از پیشرفتیم. قطعا یک مرحله از پیشرفته، چون تا الان دولت نمیپذیرفت این ماجرا رو و میگفت به هر بهانه‌های مختلف میگفت آقا نه من اینجا هستم، حالا اینجا دولتیه و میره بالاخره از قوانین. دیدین دیگه، از نمیدونم ما در چند تا شرکت دیگه هم این موضوع رو داشتیم، حالا اسم میخوام، مثلا مجامع دیگه هم این موضوع درگیره و بالاخره باید با یه جایی ما این فرمون بچرخه دیگه. یا میخوایم میگم شتر سواری دیگه دلار اگه قرار دلار بشه شتر سواری، ما حداقل بورسیا باید حواسمون باشه، ما سهام ما که جای دولت و اینا نیستیم، ما باید منافعمون رو بالاخره حفظ کنیم. اگر قرار واقعا دولت اینجوری شتر سواری رو دلار ادامه بده، نتیجهش میشه نتیجهش این که سرمایه افراد مختلف به جای بازار سرمایه میره یه جایی که امروز شما میگی سکه نمیدونم چی صف خرید. خب بله، سرمایه میگه آقا من برای چی باید اینجا بمونم که یکی دیگه برای من تعیین تکلیف کنه؟ میرم اونجا خیالم راحته، با تورمم دارم پیش میرم، هیچ دردسرم ندارم. یا تو بازارهای دلالی حرکت میکنه. به عبارت ما مطالبهمون همون حاکمیت قانون در شرکت داری و در واقع احترام به مالکیت هستش. خب از این میخوام بگذرم چون سوالاتم زیاده نوید. خب ترامپ هم یه سری صحبت‌ها کرده آقای ترامپ. الان در کشورم الان کسایی که دارن سکه 67 میلیون تومانی رو میخرن، با وجود اینکه خیلی از کارشناسا میگن دلار قیمت کارشناسیش این نیست و پایین‌تره و اون سم احتمال اصلاح داره رو به پایین، ولی سکه رو میخرن به هر نحوی هم شده. سکه از ابتدای سال تا الان باید بالای 70% بازدهی داده، یک سال نزدیک 100% بازدهی داده و بازار سهام هم دلاری الان به کف آبان هم رسیدیم، یعنی حتی کف آبان هم سوراخ کردیم رفتیم پایینتر. توافق، مذاکره، عدم توافق، عدم مذاکره، اینا چه تأثیری رو بازار میتونه داشته باشه؟ به نظرم اصلا یکی ما حالا یه 6 عاملی رو لیست کردم، بعد از این موضوع بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین عواملش موضوع سیاسی و بحث ترامپ و تصمیمات امریکا برای ماست. اولا کسی اگه به این جنبندی رسیده آقا اینا تأثیری نداره، آقا به نظرم خود تأثیر نداره، یا تو بازار بمون یا اصلا من به نظرم از دید من خیلی موثره، خیلی تاثیرگذاره و اصلا جهت بازار رو داره خیلی وقتا تغییر میکنه، تعیین میکنه. تو این موضوع ما به یه نقطه رسیدیم به نظرم باید تصمیم بگیریم و یه چیز هم همین ابتدا بگم، من اولا آدم سیاسی اصلا نیستم، یعنی اصلا اهل سیاست نیستم. بورسی ها عمدتاً تا هر پیش بینی سیاسی کردن خیلی درست از آب در نیامده، اینم بگم حالا به خودمون میزنیم، خیلی پیش بینی ها درست از آب در نیامده، ولی قراره در مورد سرمایه خودم و هر جایی که دارم بهش مشورت میدم تصمیم گیری کنم. پس من آدمیم که باید نگاه کنم به مسائل مختلف و تصمیم بگیرم. اینجوری تجزیه و تحلیل میکنم، مثلا میگم بحث سیاسی نمیکنم. ما الان مواجهیم با یه چیزی که آقای دیشب آقای ترامپ یه تصمیمی گرفته که آقا ببین من یه چیز رو دارم دستم، تصمیم اجرایی هم نیست، یه توصیه نامه است مثلا که میتونم اینجاشو یه ذره شل و صفر کنم، نفتتو کم کنم، طرف حسابتونم چینه که داره با من مثلا مراوداتمون در طول یک سال تو در 10 ماه شده 12 میلیارد دلار، من دارم روزی مثلا 30 میلیارد دلار با این طرف تو معامله میکنم، مثل آب خوردنم میذارتت کنار. ببین بس میگه هاش این داستانت اینه. از اون طرفم خیلی به نظر من لحن ترامپ اتفاقا خیلی خوب بود، چند تا نکته توش داشت. یک گفت آقا من فقط میخوام این داستان هسته‌ایتون نباشه. امروز آقای عراقچی هم صحبت کرد آقا اگه این باشه که اصلا خب مشکلی نیست که ما هم همینو میخوایم. و خب این تا اینجا شکل ساده قضیه است، اما از اون طرف چه اتفاقی داره میفته؟ واکنش ما اینور مهمه. ما یا میریم به این سمت که خیلی شفاف و روشن، دیگه ترامپ هم نشون داده آدم زمان، اهل زمان نیست، سریع کاراشو تصمیم گیری میکنه. یعنی مثلا شاید در نهایت بعد 2 هفته به این نتیجه برسه نه آقا این مثل کانادا، مثل مکزیک، مثل بخش دیگه اینا اینجوری نیستن، شروع میکنه و نشون هم داده متاسفانه تصمیمات عجیب و غریب میگیره. خاطرات آدمایی که با ترامپ کار کردن رو بخونین، آقای بولتون نمیدونم یا آقای بود توی من داشتم خاطراتشو میخوندم، اون لحظه شهادت سردار سلیمانی رو روایت کرده بود و خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود و میگفت ما از این اصلا شکل نوع تصمیم گیری این آدم تعجب میکردیم. نشون داده اون تئوری مرد دیوانه رو که فکر کنم مال نیکسون بوده و آقای هنری کسینجر بهش توصیه کرده بود دور اول، داره اینو اونو پیاده میکنه دیگه.
و نشون داده خیلی زمان هم ما نداریم، باید تصمیم بگیریم. یا میریم به سمت این که اوکی توافق کنیم، بشینیم صحبت کنیم، آقا چی میخوای، ما چی میخوایم، شفاف و روشن. با واسطه هم دیگه الان فکر نکنم مثلا ترامپ هم دنبال با واسطه بودن باشه. و یا اینه مدلش، یا میریم سراغ مدل دوم. مدل دوم متاسفانه مدلیه که خب ایشون شروع میکنه در خوشبینانه ترین حالت ممکنش، مثلا جنگو نمیبینم که اسرائیل یه کاری بکنه و اینا اصلا واردش نمیشم، که متاسفانه اگه اتفاق بیفته ما بورسی ها بیشترین آسیب رو میبینیم. تجربهشو داشتیم تو این چند وقته. میرسیم به اون نقطه که خب میگه آقا ما اینجوری مذاکره نمیکنیم، برای چی به ما فشار میاری بعد میخوای مثلا خواستتو بگی؟ نه آقا ما مذاکره نمیکنیم. خب ایشون هم تصمیمشو میگیره و میرسیم به نقطه‌ای که میبینیم تحریم ها برقرار شده، نفت ما دوباره رسیده به 300-400 هزار بشکه یا 600 هزار بشکه، چین هم با ما به این راحتی کار نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ دلار گرون میشه، تورم اضافه میشه. تو اون نقطه‌ای که ما بورسی ها باید تصمیم بگیریم. اگه دولت حاضر باشه بحث اصول اقتصادی رو رعایت کنه، مثلا به شرکت ها بگه آقا اوکی من کاری ندارم، هر چود دلارتون بیارین و بفروشین و نظام بازار رو بپذیره، بله ما بورسی ها ممکنه یه سودی رو داشته باشیم. ولی اگه عکسش این باشه که تا الان نشون داده همیشه عکسش این بوده، دلار شرکت ها رو بگیرن بدن دوباره به واردات با شعارهای مختلف، ما متاسفانه بازنده بازارها میشیم. یعنی بازار همین چیزی که الان داریم میگه، بازار سکه سرعتش از رشد ما بالاتر خواهد بود. بازار ارز، بازار غیر رسمی، بازاری که از تحریم لذت میبرند، اینا این لذتشون رو دوچندان میکنه این موضوع. و بازار سرمایه متاسفانه نمیگم بازدهی نمیده، قطعا تورم و یه جایی بالاخره میبینه این موضوع تورم داره، ولی ما ممکنه تاش حساب کنیم نسبت به آدمی که شاید همین الان دیدی بورسی‌ها حساب میکنن، خودت هم الان دیدی بازدهی اول سال تا الان 70% بورسیه 30% گرفته صندوق فلان چه، من 30% بازدهی میگم اصلا بازدهی خیلی عقب بوده از این همچین چیزی. و من یه خاطرم اینجا بگم، به کیش بودیم تو همین انتخابات، ترامپ انتخاب شد و من واقعا فکر می‌کردم مثلا هریس انتخاب میشه. به یه بنده خدایی گفته بودم اگه ترامپ انتخاب شد سهامتو بفروش، برو مثلا نمی‌دونستم چی میشه، برو طلا و آخه چند وقت پیش تو کوقا دمت گرم چه توصیه‌ای که من فکر کردم مثلا حالا اون موقع هم سهاماشو پایین فروخته بود، یعنی بعدش بازار اومده بود بالا، ولی داشتم حساب می‌کردم بازدهی اون بازدهی بالاتری نسبت به بازار بوده و داشت میگه خودش حساب کرد اگه سهامامو داشتم الان اینقدر نمیشد پولم. و پیش خودم یه تأسف خوردم که ما فکر می‌کنیم حداقل تو این مدت آره خیلی خوب کار کردیم و اینا، بازدهی بی دردسر بازارهای موازی خیلی برای خیلی جذاب‌تر بود. ببین یکی از کانال‌ها دیدم نوشته بود که اتفاقا سود عمده‌ای که بورسی‌ها به دست آورده بودن زمانی بود که هم آقای ترامپ بود هم آقای همتی بود. یعنی جایی بود که ما یک ریسک سیاسی یا تنش سیاسی داشتیم و اتفاقا رشد بازار از جایی هم شروع شد که خب متاسفانه اون حادثه تلخ برای سردار سلیمانی اتفاق افتاد. ما یه هفته بعد داشتیم، بعد یک دفعه دوران طوفانی بورس هم شروع شد. خب الان آقای همتی هم هستش. عنوان میشه که اگر تنش سیاسی باشه ولی این ناف یا این جریان دلار به بازار سرمایه وصل باشه، حتی اون تنش سیاسی میتونه به نفع بازار سهام هم تموم بشه. این وسط یه خود نمیخونه، این وسط مثلا چرا بازار ملک باید مد نظر قرار بگیره یا بازار خودرو؟ خوب ولی اون تنش وقتی هست چطور میشه فقط بازار سهام داره تحت تاثیر منفی قرار میگیره ولی خب بازارهای غیر نقشه‌بندی مثل ملک و خودرو اینا خیلی تحت تاثیر منفی قرار نمیگیرن؟ ارزیابی چی از شرایط؟ مدت اخیر یه ذره این بازار ملک و خودرو نشون داد که تا حدودی این بحث داره اتفاق میفته. مثلا من بازار خودرو رو چون هر دو تا بازار رو کامل با آمار و ارتباط با فعالان بازاراش دارم دنبال میکنم و این رشد اخیر نرخ ارز که مثلا در بازار خودرو اصلا لحاظ نشد و همشون متعجب بودن از این که آها این چرا قبلا این 1000 تومان میرفت بالا، مثلا ماشینه 2000 تومان میرفت بالا، چرا الان اتفاق نیفتاده؟ به نظرم اونجا چون یه ذره پیچ عرضه بیشتر شد بازی به هم ریخت و توی ملک به نظرم زمان خواهد برد، ولی اونجا یه اتفاقایی داره میفته. قدرت خرید دیگه با ملک نمیخونه، نقشه‌بندی داره میاد پایین. اونجا هم خیلی از کسایی که شاید دیدی تو دورآوریات مثلا کسی که ملک داره میگه آقا پیش خودش آقا سکه خریده بودم که بیشتر سود میکردم، اونجا هم داره این اتفاق میفته
و داره میره. این برای چی تبلیغ طلا انقدر توی شهر گسترش پیدا میکنه؟ 10 میلیون نفر آدم، چون دیگه اون سرمایه پسنداز اندک اون فرد دیگه به ملک نمیرسه، به همین خورده خریدن گرم مثلا بخشی از گرم طلا میرسه و اونجا باعث میشه پول بره جمع شه و قرار بگیره و اون بازارم داره به چالش میخوره و به نظر من اتفاقا ریسک سیاسی این شکلی بره بالا، اون بازارها هم آسیب خواهند دید و جریان پول توی این بازار به اصطلاح خودش نقشونده ارز و طلا بیشتر حرکت خواهد کرد. و یه چیزم فراموش نکنید، یه صحبتی رو آقای همتی مثلا گفت ما 5 برابر سال قبل رفتیم طلا وارد کردیم و نان استاپ داره عرضه میکنه. تو به نظرم دولت هم داره این وسط منفعتشو میبره، نفتشو با 10% تخفیف میفروشه، سکهشو با اوور دلار مثلا چه میدونم 90,000 تومان میاد واگذار میکنه. این تئوری که میگن آقای همتی داره مردم نوسان میگیره رو قبول داری؟ نه ببین اون داره کارشو میکنه. ببین شما وقتی یه مسئولیت بهت میدن میشینی نگاه میکنی که خب من چیکار باید بکنم. ایشون مسئول وزارت اقتصاد، مسئول بودجه مملکته، بالاخره باید منابع تامین کنه دیگه. میگه آقا خیلی خب من باید از این بازارها شروع کنم تامین منابع کردن. مردم احساس میکنن، مردم خودشون رو تو دامه این نوسانه میندازن، یعنی اون داره از رفتار مردم اتفاقا سوء استفاده یا حالا استفاده میکنه در جهت این موضوع. حالا بالاخره کسری بودجه، تامین منابع، پیش بردن روزانه کشور، اون داره اینجوری استفاده میکنه. مردم فکر میکنن داره ازشون نوسان میگیره، اون اتفاقا داره رو موج این تحولات و تحرکات حرکت میکنه. خب این صحبتمون قطع نشه. خب عرض کردم که سری قبلی که ترامپ بود، آقای همتی بود، دست به دست هم دادن، بازار خیلی خوب شد. الان فکر میکنی که حالا با هر کیفیتی از سیاست گذاری، چه ترامپ با ایران سختگیر باشه چه سختگیر نباشه، ترکیب این دو شخص بتونه برای ترکیب برنده برای سهامدارا بشه؟ من اینجوری نگاه نمی‌کنم به قضیه همتی رو، چون بالاخره یه آدم میبینم، نمیتونم بگم الان حتما همه تصمیمات در اختیار اونه. من اینجوری نگاه میکنم رفتار حاکمیت خودش رو باید در سیستم ارز توافقی، یعنی جایی که به بازار عرضه و تقاضا برای ارز احترام گذاشته بشه. اگر اونجا این اتفاق بیفته و مثل تبدیل نشه به نیمای دو، یعنی ما الان به نظر من الان خود اشاره کردید اختلاف این دوباره شده 28%. ما فقط یک کانال اومدیم بالاتر، همین، یعنی از 45 شدیم مثلا 66 67، یک کانال اومدیم بالاتر، این اختلاف همچنان برقراره. به نظر من اگه ما بریم به اون سمتی که این سیاست سختگیری ادامه پیدا کنه و خودش رو در نرخ ارز قطعا نشون خواهد داد و رفتار مردم هم اینم بگم، رفتار مردم رفتار درستی بهشون نمیشه خورده بگیری. داره میگه آقا پول من داره آب میشه، من چیکار باید بکنم جز این که برم این کار انجام بدم. و اگر اینو خودش رو در اون بازار نشون بده و اجازه بده که بله عین بازار عرضه و تقاضا اونجا هم برقرار باشه، میتونیم بگیم بازار سرمایه با مشقات فراوان و با پذیرش اهرم، یعنی یه عده اهرم بزنن تا رو داراییشون، میتونن شاید از بقیه بازارها جلوتر باشن. البته میگم یعنی واقعا احترام گذاشته بشه به این ماجرا که تنها این موضوع هم نیست. حالا بریم جلوتر یه ذره توضیح خب ببین چی شامل گفتی که برای بازارها تاثیر گذارن رو بازارها، اینو دوست دارم در موردش صحبت کنم. حالا اگرم بخوای قبلش هم راجع به دستکاری بازار دستکاری میشه؟ ببین دستکاری سیستماتیکی که خیلی ها، من میگم مثل بورسی ها بعضیا تحلیلاشون تا بر نخوره به بچه‌ها بودم، ببینید تحلیل راننده تاکسی ها شده مثلا آقا سازمان میخواد بازار بریزه. من اولا تقریبا با اکثر رؤسای این سازمان و معاونین و اون کسایی که دستن در کارن به واسطه نه کانال و این موارد، نه به واسطه اون ساید حقوقی که وجود داشت، با اینا اکثرا کار کردیم. ذره‌ای جز یک بار که الان عرض میکنم، ذره‌ای ندیدم که اینا بخوان یه همچین کاری بکنن، بازار بریزه، بازار آقا سازمان میخواد بازار بریزه، یا حتی اصلا یه همچین فهمی وجود نداره. یعنی سازمان هیچ وقت دنبال سیاست فرود نرم و از اینجور چیزا الان میگم فقط یک مقطع این اتفاق افتاده که اون بحث اردیبهشت 17 اردیبهشت بوده که خیلی ها الان میگن آقا اون یه عده از بحث خوراک خبر داشتن و نه اصلا اینجوری نبوده و این اسنادش هم حالا هست، یه عده میتونن کامل در موردش صحبت کنن. در اون مقطع بله سازمان ورود کرد با ابزارهایی که در اختیار داشت، توصیه کرد به خیلی از حقوقی‌ها که آقا چرا، دلیلش هم از کجا اومد؟ در اینکه یک جلسه بوده در هیئت دولت، یه عده و باز برمیگم نمیخوام اینا رو بگم اینجوری اینقدر دقیق، یه عده از دل خود بازار در اون مقطع به وزیر اقتصاد، به
نماینده‌های مجلس هشدار میدن بعد از اون رشد خاص که آقا بورس میشه مثل سال 99 جلوشو بگیرین و مردم دوباره اینجوری میشن. این میکشه وقتی اینا که آدمای متخصصی نیستن، اون وزیر، اون نماینده، اون آیه رئیسی، بقیه میکشه به هیئت دولت و آیه هیئت دولت میگه آقا اینجوری دیگه کنترل کنین حداقل. حالا شد حکایت این که میگن کلاه بیار سر میاره و این کلاه میچرخه میگه آقا بس سرشو ببرین دیگه، تموم آقا بس رشد کرده و میرسه به اون نقطه. بورسیا هم دیدی دیگه، همین تحلیل راننده تاکسی واره میچرخه، خودشون گفتن بازار منفی بشه. منی هم که تردید داشتم شروع میکنم به فروختن و اون سونامی پیش میاد و بعد شانسی بعدش هم اون داستان خوراکه مطرح میشه. آره، و که همه متوجه میشن که آقا نمیدونم این ربطی به اونش، در اصل ماجرا اون بوده. اون تنها دستکاری رسمی بازار بوده. من به بقیه چیزا میگم شاید شیطنت در بازار وجود داشته باشه توسط یه حقوقی حقیقی، ولی دستکاری سیستماتیک که این شکلی به شکل گسترده بخواد اتفاق بیفته نه، من حقیقتش نمیبینم یا همچین چیزی رو. چون در جریان خیلی از یه خاطرم میگم توی گروهی هستیم با هم، حتما حالا میخونی، منم گاهی وقتا مینویسم تو هم هستی میخونی. خیلی جالب بود، یکی داشت میگفت فلان نماد داره دستکاری میشه، حالا اسم نمادو نمیخوام بگم. خیلی جالب بود. حالا من به شکل کاملا اتفاقی متوجه شدم که فروشنده اون نمادم تو همون گروهه. یعنی اونم داشت میخوندیم مطلبو که خودش داره میفروشه، یه عده هم دارن اونور میگن آقا اینو دارن یه عده دستکاری میکنن. بهش پیغام دادم بابا چرا نمیگی مثلا آقا من پول لازمم دارم مثلا میفروشم، یا مثلا یه استراتژی یا یه چیزی. برای چی بگم من، برای چی باید فحش بخورم؟ بذار اون داره فحششو به سازمان میده دیگه، بذار بده، من چی کار دارم؟ و یعنی عدم اطلاع از خیلی از این ابعاد ماجرا باعث میشه که این طرز فکر به وجود بیاد، چون دلیلشو پیدا نمیکنن دلایل موهوم براش میتراشن مثل همون تحلیل اون شکلی و ولی میگه فقط یه بار این اتفاق حداقل من به این نتیجه. فکر نمیکنی یکی از مسائلش همین رفتار خود سازمان باشه؟ ببین الان خودت هم گفتی مثلا ما از سازمان بورس انتظار داریم در یه جایی شبیه مجمع ایران خودرو، البته همونطوری هم که خودت گفتیم واقعا نمیدونیم اونجا داره چه اتفاقی میفته، شاید هم واقعا صفر وایسادن و دارن موضع میگه. تا گفتم مجمع ایران خودرو سری رفت تو کوشیش، خبر جدید اومده. نه خوب کاری کردی، مرسی. بعد اونجا بیاد صفر وایس از حاکمیت قانون در بازار سرمایه دفاع کنه، اونجا رو شل میاد، بعد اینور میاد به واسطه صندوق توسعه تثبیت سعی میکنه بازار رو آروم کنه و ببره جلو. همین رفتار به سهامدار داره میگه که ممکنه به هر حال نمیدونم سازمان بورس هم این وسط بیاد و نتونه کارو خوب در بیاره، چون احساس کرده که ساختار نظارت سازمان بر ناشرانش کافی نیست، ساختار نظارتش بهره‌ور نیست. فکر نمی‌کنی همین رفتار دامن زده به همچین برداشتی؟ ببین بالاخره انتظارات از سازمان بورس بسیار زیاده و من حقیقتا خودم این انتظاراتم خیلی بیشتره. چرا؟ چون ما واقعا اینجا دست تنها هستیم سهامدارا و تنها مأمن و پایگاه و جایی که میتونیم فریاد بزنیم بهش. و اتفاقا در وظایف سازمان بورس هم این موضوع اومده که آقا تو باید حامی سهامدار خرد باشی، اصلا حامی سهامدار باید باشی، حامی قانون باید باشی، حامی حقوق تجارت، این وظیفه توئه. من میگم چطور سازمان بورس در یه سری مسائل شدت عمل داره، نماد میبنده، برخورد میکنه با حقوقی، آقا برای چی داری میفروشی، آقا به اینجا که میرسه چرا اون شدت عمل دیده نمیشه. من اصلا بحث اون با عشقی که دوبار این بود که آقا تو چرا صدات بلند نمیشه، چه اعتراض کن، حالا پیاما هست یه موقعی میتونم من تو یکی دو میگفتم آقا تو داد بزن، آقا بازار اصلا میخوام ببندم، چرا؟ چون تو داری میزنی تو گوش این سهامدار حقیقی بدبخت، منم نمیتونم ازش دفاع کنم. یه بار یه جلسه یادت با هم رفته بودیم گفتم استعفا بده بابا به خدا، آخر عاقبت یادت دیگه. یعنی عین اون ماجرا هر کسی بخواد، آقای سیدی هم الان بخواد همین رفتار رو داشته باشه همین میشه. چرا؟ چون بالاخره عاقبت به خیری در ایستادن در طرف سهامدار. شما یه ذره فاصله بگیری، متر رو رعایت نکنی، میشه فحشخوار همه سهامدارای خرد، طبیعی هم است. این موضوع سازمان بورس چون داره به نظرم احتیاط میکنه در ماجرا، چون هم نمیدونه تکلیف چیه، میگه خصوصی سازی اینجوری گفته، بعد اینا میان تو مجمع نماینده دولت یه جور دیگه رفتار میکنه، اونم میگه من چیکار کنم، منم خب دولتی ام دیگه، منم به عنوان نهاد نمیتونه نقشش رو با قاطعیت انجام بده. من باز میگم نقش نماینده وزیر اقتصاد به نظر من
مهمتر بود و احساسم میکنم نماینده سازمان روز پشت ایشون قائم شده، میگه خب این بزرگتر منه، اون داره میگه من دیگه خودم اینجا خیلی چیز نکنم، ولی انتظارمون بیشتره حداقل. بسیار عالی. خب کم کم داریم به پایان گفتگومون نزدیک میشیم. 6 عاملی که در کوتاه مدت میتونه بر بازار تاثیر داشته باشه. به نظر من ما 2 تا عامل در دل بازار داریم، 4 تا عامل بیرون بازار. من حالا بخوام این شکلی نگاه کنم، 2 تا عامل داخل بازار چیه؟ اولیش از دید من اینجوری نگاه میکنم، شاید خیلی‌ها بگن اشتباه، از دید من دیتای شرکت هاست. من یاد گرفتم اینجوری نگاه کنم، یعنی کدال، اطلاعیه شرکت ها، صورت‌های مالی به من کمک میکنه در اینکه اوضاع خوبه یا نه. ما با ولید عزیز یه سمیناری رو داریم هر ماه و 2-3 روز قبلش میام با هم اطلاعاتمون رو شیر میکنیم. آقای هلالت. بله آقای هلالت. روز پیغاممون هست، حالا حتما خود ولیدم بعداً میتونه اشاره کنه. یه روز اون رشد بازار کی بود؟ 8 آبان بود اینا. یه هفته قبلش من برای اولین بار موقعی که دیتامو جمع کردم گفتم ولی 250 تا شرکت بر اساس صورت‌های مالی و این EPS و PBI فوروارد و اینا، PBI زیر 5 دلار اصلا نبوده تو بازارا. ما این همه داریم 3 سال این سمینار رو، تا حالا تو سمینارمون اتفاق نیفتاده و ما این همه گزینه خرید داریم تو بازار که PBI هاشون جذابه. پس من اینو دارم به اون دوستانی میگم که آقا میگن کدال نمیدونم آره نه آقا همه قبرستون هم یه منفعتایی داره. بخش اول عامل اثرگذار در کداله. من احساس خطر کردم و این احساس کاملا در حقوقیای بازارم مشخصه. ما 500 تا صندوق داریم الان تو بازار، اینا هم دارن بر اساس این اطلاعیه‌های کدال کم و بیش حرکت میکنن. پس مهم شده این ماجرا و میبینم که تولید فروش شرکت‌ها در 2 ماه متوالی کم شده. دلیلش قطعی برق، قطعی گاز. اون افزایش نرخی که انتظار داشتم هنوز تو این گزارش ننشسته و حالا بعضیا نشسته بعضیا با تأخیر و نیاز داره به این موضوع که چشم انداز بده بسن. پس اولین جایی که من نگاه میکنم و به نظرم مهمه و همه سهامدارا باید دنبال کنن کداله. دومیش کجاست؟ دومیش سری اتفاقات مثل این مجمع خودرو، مثل تصمیم برای پالایشی‌ها که احساس میکنم امروز یه درز اطلاعاتی اومده تو بازار که پالایشی‌ها اینجور صفحه خرید شدن. یه تصمیم در مورد فرمول بنزین و ماجراهای قبلی به نظرم گرفته شده، حالا یه عده زودتر مطلع شدن و احتمالاً صفحه خرید بوده باشه. پالایش، بانک، نمیدونم نرخ تسعیر بانک ها، گروه های مختلف که لیدر بازارن که این 3 تا رو من به نظرم لیدر میدونم، یعنی مثلا پالایشی ها، بانک ها و خودرو. حالا پتروشیمی هم این نحوه بازگشایی و اینا هم بالاخره تاثیر گذاره. پس دومی میشه این که ما باید دنبال کنیم چه سیگنال رو میده به بازار، چه جهتی رو میده به بازار و گاهی وقتا اثرات کوتاه مدت رو در بازار تغییر میده. اون 4 تای دیگه میشن داستانای بیرون بازار که ما فقط باید نگاه کنیم. اولیش بحث سیاسیه که الان بحث کردیم. قطعا توافق، زمزمه توافق به نظر من در بلند مدت به سود بازاره. به نظرم حالا بعضیا میگن نه آقا دلار بره بالا، بازار هم میره بالا. تو این مدت دلار خیلی رشد کرده ولی بازدهی بازار انقدر نبوده. به نظرم این طرز فکر رو باید فراموش کنیم. دومی یعنی این میشه چهارمی بحث FATF. به نظر من این یک تصمیم FATF نه اینکه ذاتاً یک تصمیم خاص، یک چیزی که داره نشون میده آقا ما داریم میپذیریم یک سری اصول رو و این پیامش برای من مهمه. FATF پیام پذیرش یک سری اصول. پنجمی 2 تا موضوع اقتصادی مهمه. یکیش نرخ دلار آزاد میره بالا، معمولا تقاضا در بورس کالا افزایش پیدا میکنه، به تبع اون شرکت‌ها بهتر میفروشن و از اون طرف هم دلار نیما میتونه کاملا در صورت‌های مالی شرکت‌ها اثرگذار بشه و حتی من معتقدم رشد اخیر بازار مدیون این نرخ دلار توافقی بوده، این افزایش نرخ دلار توافقی بوده. و موضوع آخرم نرخ بهره که امیدوارم حداقل تصمیمات عاقلانه گرفته بشه و تصمیمات اقتصادی گرفته بشه. این 6 تا عاملی که ما باید هر روز به نظرم در مورد نرخ بهره تصمیم اقتصادی چیه؟ تصمیم عاقلانه. ببین یه چیز رو اثبات شد به نظرم توی این مدت که بالا بردن نرخ بهره در کشوری که تحریم، مشکلات کسری بودجه داره، تصمیمات بهینه گرفته نمیشه، نمیتونه در تورم موثر باشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی داری بهینه تصمیم نمیگیری، رفتار آدمای مختلف رفتار پول داغه، یعنی داره آقا کالا میخره انبار کنه. چرا؟ چون میگه ریسک سیاسی پیش میاد، من تحریمم دیگه. تو نمیتونی تو هر جور به این آدم بگی مثلا 30% بهت سود میدم، میگه برو بابا دلاره داره من 70% سود میده، کجای کاری؟
پس این تصمیمی که این تئوری که تو ذهن بعضیا بود ما دلار رو ببریم، ما نرخ بهره رو ببریم بالا، تورم رو کنترل کنیم، به نظر من و اتفاقا نرخ بهره رو بردن بالا، موجب شد نظم تامین مالی خیلی از بنگاه‌ها به هم بریزه. ما اثرش رو در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیدیم، هزینه مالی‌ها چند برابر شد و بانک‌ها به نوعی انگار قفل شدن توی این موضوع. من فکر کنم تصمیم بهینه اینه که اگر احساس می‌کنن موضوع داره به سمت حل و فصل یا آرامش سیاسی پیش میره، روی عقب نشینی توی نرخ بهره هم لازمه. من حقیقتش تخصصی اینو ندارم قاطع بگم باید نرخ بهره کم شه. اونایی که میگن باید اصلا اون اصول همون دستوریه رو دارن دوباره تکرار میکنن. خب آخرین سوال، جمع‌بندی تمام، من میخوام ببینم حالا نوید خاندوزی همه اینا رو گفت، خودش چی فکر میکنه؟ ترجیحات سرمایه گذاری رو میخوام بپرسم. الان اگه اون دوستی که زمانی که کیش بودی بهت زنگ زد، باز الان امروز بهت زنگ بزنه، چی بهش میگی؟ میگی چی کار کنه؟ حقیقتا بدون هیچ چیزی بهش میگم مثلا یه ذره آروم آروم اون سکه‌هاتو، احساس خودم اینو، یعنی ببین من یه به چیزی خوشبینم مهدی و شاید آدم زیادی خوشبین باشم، به این نتیجه رسیدم که یه عده فهمیدم ما با این دست فرمون خیلی نمیتونیم با سرعت پیش بریم دیگه و باید تغییر کنیم. این تغییر ممکنه الان باشه، ممکنه فردا باشه، ممکنه 6 ماه دیگه باشه، ولی احساس میکنم به لزومش رسیدن که این تغییر باید ایجاد شه. ممکنه همین فردا شبی که ما داریم صحبت میکنیم یکی بلند شه بیاد بگه باشه آقای امریکا، ما با هم دیگه میشینیم مذاکره میکنیم. رفتار بازارها بعد از این جمله چی میتونه باشه؟ من به نظرم به اون نقطه‌ای رسیدیم که شاید اون آدمی که الان این منفعت بازار سکه و ارز برده شاید بد نباشه، با پذیرش این ریسک این ماجرا که بله ممکنه اینجا بازدهی کمتری بگیرم از این به بعد، ولی اون ورش هم نگاه کنیم که ممکنه یه بازدهی خیلی خوب بگیرم. آروم آروم تبدیل کنه سبد داراییشو به سمت سهام و به خصوص اون سهامی که بتونه از این ماجرا، یعنی رشد نرخ دلار، نزدیک شدن دلار توافقی به دلار آزاد که من مرزش رو نزدیک 75-6 تومن میبینم و اون طرف هم بهبود سری اصول مثل چه میدونم تصمیمات مهم اقتصادی مثل بحث کاهش تراز انرژی ما در برق و اینا. اون بخشی که میگم باید تصمیم بگیره همینا، یعنی تصمیم نگیره ما سال دیگه، من بی تعارف میگم یعنی این احساس کنم که حاکمیت قصد اینو نداره که همچین کاری رو عملیاتی کنه، چون میدونم سال دیگه 5 ماه از سال شرکت‌ها برق و گازشون با مشکل میخوره، منم قطعا باید بر اساس همون فرمانی که عقلم میگه عمل کنم و برم دوباره سراغ همون استراتژی. ولی چون احساس میکنم این تصمیم گرفته شده یا گرفته خواهد شد، توصیه‌ام اینه که حداقل با احتیاط تو بازارها گام بردارن. تو بازار بورس الان با این افتی که داشتیم میشه یه ذره شجاع‌تر بود. خیلی ممنون از شما نوید خاندوزی عزیز. خیلی دوست داشتم دوربین بود بیننده ها، یعنی شنونده هامون میدیدنت، چه ظاهر دیپلماتیکی پیدا کردی. ظاهر قبلی در دولت 13 خیلی هنری بود، الان ظاهرت خیلی دیپلماتیک شده، انقلابی‌تر شده. دیپلماتیک شده، اینجوری بگم بهتره. و به هر حال یه موی کوتاه تغییر لازمه، ما اگر مثل روز قبل اون باشیم که هیچ فایده‌ای نداره. نیو فیس یعنی خوش تیپ و به هر حال دیگه سلامت باشی. خیلی ممنون از شما که در این گفتگو با من بودید. خب گفتگو کردم با آقای نوید خاندوزی، کارشناس محترم بازار سرمایه، دوست عزیزم. دیگه میشناسید نوید دیگه، من نباید معرفیش بکنم بیشتر از این. به نظر من خودم استفاده کردم از این گفتگو. ما در بازار سهام خواهان یا مطالبه‌گر حاکمیت قانون در شرکت داری، در حاکمیت شرکتی و مسائل این چنینی هستیم. هر سهامداری از بخش خصوصی، دولتی و هر کسی باشه، ما فقط می‌خوایم به کشور، به سهامدار منفعت برسونه و بهترین عملکرد رو از خودش نشون بده. ارزی نیست. به رسم روزهای چهارشنبه در ابتدا آرزوی عاقبت بخیری برای فرزندان سرزمینمون و سپس سربلندی کشور عزیزمون ایران رو دارم. خدا نگهدار. جنکست، مکسی برای سود.